گلهای تازه، برنامه شماره 126 با همکاری هنرمندان مرضیه، محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر. شعرها از مولوی، آهنگ از محمد رضا لطفی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، گوینده رضا معینی، صدا برداران محمود امینی، محمد جهانفرد. زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا.
بجوشید 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 که ما بخش آری به جز به جز عشق دگر کار نداری در این خاک در این مزرعه پاک به جز عشق دگر تو نکن که ما دوش که خوردیم که امروز همه روز که امروز همه روز خمیریم و خامان شما نگشتی و زاد باده نخوردی چه دانید که ما در چه شکانیم
عزیز من امان مپرسید زوال حقیقت مپرسید زوال حقیقت که ما باده پرستیم نه پیمان شماریم که ما باده پرستیم نه پیمان شماریم عزیز من امان بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، در این عشق چون مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید، جز این ابر برآیید همه بدر منیرید. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 126 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در ماهور